نعل و وارونه به سبک رئیسی. بم سر مردم بی‌دفاع می‌ریزند. این شکسته که انسان بخواد با زن و بچه مردم طرف بشه. کسانی که تو میدان نیستن. اولا جنگ افروز اصلی شما، این هر خونی هم تو این جنگ ریخته بشه مسئول اول شما. این پیغام برسه به وزیر جنگ رژیم صهیونیستی. 114 روز 10,000 راکت 333 میلیمتری فجر ما خورد تو سر شما. منتظر شهاب و سجیل باشید. ثانیاً از کی تا حالا دلتون برای زن و بچه سوخته؟ کی 1500 تا زن و بچه رو تو آبان 98 کشت؟ کی 750 زن و بچه و جوون رو تو قیام 401 کشت؟ آرمیتا رو کی به خاطر یه تار مو به این روز انداخته؟ شما نبودید که 5000 زن و بچه رو تو حلبچه با گاز سیانید کشتید، انداختید گردن یکی دیگه؟ شما نبودید 30000 زندانی سیاسی رو که حکم داشتن اعدام کردین؟ با این کارنامه بهتر خفه خون بگیرید. به قول مهدی نصیری با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو پاک کرد. به خاطر همین کارنامه است که جنگ را انداختید، ولی دودش تو چشم خودتون میره.